الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाती नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद। दोस्तों मुसलमान अजीज, قبل از هر چیز تحفه منجی عالم بشریت را محمد مصطفی احمد مجتبی را و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. برادران و دوستان عزیز، موضوع جالب و حیاتی و ایمان افزایی را که بنده می‌خواهم در پیرامون آن لقب سخن بگشایم درباره جهاد فی سبیل الله و عوامل اسباب ذلت و ضعف مسلمانان است. سروران عزیز، جهاد یکی از محبوب ترین اعمال در نزد الله رب العزت است که الله رب العزت آن را در ده‌ها آیات از قرآن کریم یاد نموده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم ضمن شرکتشان در معرکه‌های گرم و خونین این فریضه مقدس را برای من و شما تعلیم دادند. سروران عزیز، جهاد یکی از محبوب ترین اعمال است که رسول معظم اسلام سردار دو جهان محمد عربی صلی الله علیه و سلم خودشان شخصا در معرکه جنگ حاضر می شوند و حتی به این انداز می رسد که دندان مبارکشان و شهادت می رسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دندان مبارکشان شهید شد بر اثر همون ضرباتی که بود بر زمین افتادند. اما این فریضه مقدس را چون که فریضه از جانب الله رب العزت بود آن را به اعتراف قرار ندادند و از توجه کردن و صرف نظر نکردند. و جهاد یکی از محبوب ترین اعمال است که برای مسلمانان چه در گذشته و چه در حال عزت داده است و می‌دهد. اگر ما نگاه بکنیم به تاریخ قرن‌های قبل در می‌یابیم که جهاد بود که امت اسلامی را در شرق و غرب عزت داده بود. وقتی که در شرق و غرب نظر می‌کردی نگاه می‌انداختی عزت و شوکت مسلمانان نمایان بود. مسلمانان در چند قرن‌های قبل پادشاه‌ها و امپراتوری‌های را به زمین می‌زدند. قصرهایی که در آن زمان دار مردانگی و شجاعت می‌زد، ادعای حکومت بر جهان وقت را داشت. اما وقتی که عمر فاروق بین حق و باطل است، پیروی از فریضه مقدس و مطابقت از دستور الله رب العزت که جهاد مقدس است کرد و آمد خود این دین امپراتوری را به زمین مالید. و همچنین بعد از اون حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی بن ابی طالب، سیاستمدارترین شخص تاریخ حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنه که فاتح طبرسند، وقتی روزی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه در شام در قصر خود نشسته بود، یک در ذهنش آمد که در نزدیکی من منطقه به نام طبرس وجود دارد و من همون معاویه هستم که الله تعالی برای هدایت من دعا کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من ابن ابی سفیان دعا کرده که الله تعالی معاویه را هادی و مهدی بگرداند و من همون معاویه هستم که طلب هدایت را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من معاویه کرده است. و بعد در یادش آمد که الله رب العزت در ده‌ها آیات قرآن کریم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم در ده‌ها جا امت اسلامی را مخاطب قرار دارد که این فریضه مقدس را یاد نبرید که عزت شما در همین است. و یادش آمد و برخیز و مشاورینش را جمع کرد که امروز می‌خواهیم که به فتح طبرس برویم. همه تعجب کردند که امیر المؤمنین چه وقتی است که ما نه آمادگی جنگی داریم نه چیزی، ما چطور بریم در جنگ طبرسی که نه کشتی داریم
که ما با دریا وارد آنجا بشویم و نه آزادی داریم که تا آنجا ما را برساند. ولی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه گفت من در این فکرم که جواب این چند وقتی که مردم در آنجا زیر جمع کفار و سر بردن را چه بدهم؟ شما میگوید که زود است. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه با جنگ دریایی که در تاریخ اسلام اولین شخصی که جنگ دریایی شروع کرده است حضرت معاویه بن ابی سفیان است. اولین مردانی که با دریا وارد خاک کفار شدند و جنگ دریایی را انداختند در پیشوایی آنها و در رأس آنها امیرالمؤمنین حضرت معاویه بن ابی سفیان قرار داشت. حضرت معاویه بن سفیان وقتی که با عزم قاطع، وقتی که با اراده محکم داخل خاک طبرس شد، مقوله تاریخیش را گفت یاد شما باشد که برای چی در اینجا آمده اید؟ اگر نیت شما جمع کردن غنایم بود، اگر نیت شما این بود که بیایید در اینجا و یک سری از شهر طبرس داشته باشید، پس در همون راهی که آمدید برگردید. اما مجاهدین سپهسالار اسلام که نیت و اراده جهاد در راه الله تعالی را داشتند گفتند که ما با پیروی از دستورات الله رب العزت آمدیم و تا وقتی که خاک طبرس که خاک کفار را بر سرزمین مقدس اسلامی تبدیل نکنیم ما برگشت از اینجا نداریم. همچنین اگر ما نگاه براندازیم بر قرنهای نه چندان دور از ما در میابیم که امت اسلامی با وسیله جهاد چه عزتی داشتند. اگر نگاه بکنیم به خلافت عباسیان، نگاه بیاندازیم به خلافت سلجوقیان، نگاه بیاندازیم به خلافت عثمانی و سایر بزرگان، مردان تاریخ را وقتی که نگاه بکنیم، معتصم عباسی، سلطان بایزید دوم، عبدالرحمن غافقی، سلطان سلیمان قانونی، سلطان ارسلان سلجوقی، اینها همه مردان بودند که با پیروی از دستورات الله رب العزت راه جهاد الله رب العزت را در پیش گرفتند و امپراتوری‌های سال را ساختند که در شرق تا غرب حکومت می‌کردند. و این روزا وقتی که ما قضیه فلسطین را نگاه بکنیم، راه آزادی فلسطین همانطور که حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید عزیزه الله فرمودند، راه فلسطین و آزادی فلسطین در جهاد مقدس است. جهاد از این کمر اسرائیل را می‌شکند و فلسطین را آزاد می‌کند. و این روزا فلسطین که زیر یوغ اسرائیل است، راه چاره دیگر نه با مذاکرات نه با چیز دیگر جز جهاد در راه خودش، که الله تعالی میگه وانم ترمان که یهود و نصارا هرچی با مذاکرات با آنها بشینیم که نه قانون بشر فلان لازمی نداره در اینجا، که فایده ای ندارد. این همون ملتی است که قسم خورده برای نابودی اسلام و این درمان نمیشود جز به جهاد مقدس. نقل معروف است که برای هر درمان برای هر معما راهی حلی و راهی حلی قضیه فلسطین در این روز تنها جهاد مقدس است. وقتی که ما نگاه بکنیم به تاریخ و زندگی نامه اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه وقتی که در حمام بودن و میخواستن حمام بکنن، ناگهان ندای محمد رسول الله را شنیدن که مسلمان بیایید که وقت جهاد است. همانجا قبل از اینکه حمام بکند لباسهای خود را در جان کرده و روانه به سوی میدان جهاد شد. وقتی که در اونجا رفت به شهادت رسید. وقتی که به شهادت رسید رسول الله صلی الله علیه و سلم به اطرافیان از دنیای انداخت، گفت حنظله را در میان شما نمی‌بینم. گفتن یا رسول الله ما هم بعد از اینکه جنگ تمام شده است دنبالش می‌گردیم پیداش نمی‌کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بگردید تا که حنظله را پیدا بکنید. وقتی که رفتن حضرت حنظله را در بیخ کوه پیدا کردن که از انگشتان مبارکش آب می‌چکید. وقتی این قضیه را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف کردند یا رسول الله ما حنظله را در چه حالت پیدا کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که این را برید و از خانه‌اش تحقیق بکنید که آیا این با همسرش مجامعت کرده است یا نکرده است. وقتی که آمدن همسرش از لشکر پیشینی که قبل از اینکه لشکر بیاید یکی دیگر را پیشون فرستاد که امنیت راه را بگیرد سوال کرد که آیا حنظله چطور شده است؟ گفت حنظله به شهادت رسیده است، ولی این را بگویید شب با کسی با شما مجامعت کرده است یا نکرده است. گفت بلی. بعد این قضیه را وقتی که به سردار دو جهان محمد عربی صلی الله علیه و سلم رساندند، گفت حنظله جنب بوده است وقتی که در اینجا آمده است، اما وقتی که در اینجا از مطابقت فریضه الهی که جهاد مقدس است پیروی کرده و در این معرکه جهاد آمده است، شهید شد آمده که این حاصل داره. و گفت
این هست از سبب اینکه فضیلت جهاد در راه الله تعالی به این انداز است که ما محبوب الله رب العزت قرار می‌گیریم. نتیجه و کلام بنده این است که سروران عزیز اگر می‌خواهیم که عزت و شوکت 14 قرن پیش خود را پیدا بکنیم، باید در راه نقش قدم بگذاریم که اصحاب کرام گذاشتند، در جای قدم بگذاریم که حضرت معاویه ابن ابی سفیان گذاشتند، در جای قدم بگذاریم که حضرت فاروق اعظم قدم گذاشتند، در جای قدم بگذاریم که حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه قدم گذاشتند، در جای قدم بگذاریم که عبدالرحمن وافقی که فاتح فرانسه هستند قدم گذاشتند بگذاریم. و پیام من این است که پیام سخنان این است که سروران عزیز جهاد را در ضمن از اینکه ما شما در مدرسه هستیم و مشغول تحصیل علوم دینی هستیم، یک چیز دیگر را در نظر داشته باشیم که همیشه و همیشه جهاد در راه الله تعالی در ذهن خود داشته باشیم و این صلاحی زندگی خود قرار بدهیم که روزی برسد که ما بتوانیم از نوامیس خود دفاع بکنیم، چون که این سبب عزت و سربلندی ماست. همه آهوان صحرا سر خود حاله بر کرد و امید آن که روزی با شکار خواهی آمد، چون دبیر دارید بدی را شرف آخر آدمزاده ای و خرف و ما علیه الا البلاغ المبین.